اگه رفتید کربلا، کربلا آب شوره، یکی از آبهای تلخ مزه دنیاست، اصلا قابل شرب نیست. دور حرم کلمن گذاشتن، آب سطحین گذاشتن، این آب شیرینه. این آب تصفیه نشده، این آب شیرین از جای دیگه نیاوردن، فقط یک شاخه از آب کربلا شیرینه و یکی از مرغوب ترین و بهترین و مفیدترین آبهای این کره خاکی و عالم. اونم آبیه که دور قبر حضرت عباس میگرده. پس اگر خواستی برای تبرک بیاری، همه اون آبها آبیه که دور قبر حضرت عباس طواف کرده. خوشا به حال کسی که شبیه ابراهیم در آستان حسینش مجاب میگردد. نشان دهید به مستان که دور قبر قمر هنوز هم که هنوز است آب